تهمینه حیدرова که از همسرش به ویروس نارسایی مسئولیت بدن گرفتار شد و بعد مرگ همسر خویشان شوهرش از او رو گرداندند، در اول احساس کرد که با این بیماری تنها مانده است. ولی دیر نگذشته خود برای حمایت از حقوق زنان مبتلا به این بیماری برخاست. او سازمان شبکه زنان گرفتار ویچ سپید را در تاجیکستان تأسیس داد. سازمان دیگر یاری رسان سپین پلیوس است که همکنون هر دو از قطع مبلغ گذاری نگران هستند. در آغاز سال 2025 فعالیت این دو سازمان باز داشته شد و کار در سمت سنجش و مشورت دهی به بیماران خیلی کاهش یافت. تهمینه حیدرова میگوید فعالیت سازمان‌های آنها برای یاری به مردم بسیار مهم میباشد. در تاجیکستان 97% زنان گرفتار ویروس این را حتی از عائله‌هایشان پنهان می‌دارند. 64% این زنها با تبعیض کارمندان طبی روبرو می‌شوند. بدون سازمان‌های جمعیتی پیشرفت‌های زیادی از دست می‌رود. یاری که سازمان‌ها به این گروه مردم می‌رسانند نه تنها از مشورت حقوقی بلکه دستگیری اجتماعی و انسانی عبارت است و خطری پر از بین رفتنی چنین ارتباط به میان آمده است. قطع و بازداشت شدن یاری‌ها و کاهش مبلغ گذاری کاری سازمان‌ها را به هم زده است. مردمی که دوام سالها برای زندگی و کار و اشتراک در معرکه‌های حیاتی دلگرم بودند و یا آنهایی که هنوز بیماری خود را نمی‌دانند یا تازه فهمیدند، آنهایی که به یاری دائمی اجتماعی محتاجند و مشورت نیاز دارند و یا به یک صحبت گرمی انسانی از این چیزها محروم میشوند چون که کارگران ترک کار میکنند. تاجیکستان واقع در بین افغانستان، چین، قرقیزستان و ازبکستان یکی از کشورهای نادار است و 3/1 مجموع محصولات داخلی این کشور از حساب پول مهاجران می باشد. حساب شده است که 60% بودجه مبارزه با بیماری اسپید در تاجیکستان از کمک‌های بین المللی وابسته بود. 20% این یاری ها را پیپ فاریا برنامه اضطراری یاری به مبتلایان اسپید تأمین میکرد که آن را برنامه پرزیدنت امریکا هم مینامند. اگر این برنامه پررقت شود، پیشرفت‌های گذشته ما هم از دست می رود. هیچ یک کشور به تنهایی نمی تواند با اسپید مقاومت کند. در تاجیکستان 13,000 نفر با ویروس نارسایی مسئولیت بدن یا اسپید به سر میبرند و کمی بیش از نصف آنها مردان می باشند.